سلام. خوبی مهرنگیز؟ باید حرف بزنم. میشه بیان تو؟ بفرما. اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ مهرنگیز چی شده؟ داداشم از خواب و خوراک افتاده تو خونه، با همه دعوا میکنه، با مامانم، با بابام، با ما همه. من هم دوستش دارم. اگه دوستش داری این چه دوست داشتنی؟ این چه عشقیه؟ داداشم اصلا از خواب و خوراک افتاده. بیا ببین به چه روزی افتاده. مگه عشقینه؟ مهرنگیز مگه دوست داشتنت این بود؟ میشه آروم باشی؟ به خدا با بابام صحبت کنیم. منم عاشق فرهادم. منم فرهاد رو دوست دارم. توضیح دادم. باز شما اینجا چی کار میکنید؟ مهرنگیز اینا چی میخواد؟ چرا دست زحمت بر نمیدارید شما؟ بابا من گفتای عاشق فرهادم. ما با هم تمام کردیم. مگه با عبدالخالق تمام نکردیم؟ اون نامزد عبدالخالقی این دختر شوهر کرده، به عبدالخالق تمام کرده. شما دیگه اینجا چی میخواید؟ توضیح دادم پدر. من عاشق فرهادم. یعنی چی تام آقای دهقان؟ میفهمی داداش من تو چه وضعیتیه؟ ها؟ به خاطر پول؟ ارزششو داره؟ ما باید برای داداش شما زندگیمون خراب بشه که داداش شما عاشقه، که داداش یک لقبا داری باید زندگی دختر من خراب کنه. مگه همه چی پوله؟ به نظر دختر به خاطر پول خوشبخت میشه؟ آقای دهقان اینو خوب بدونید چند مدت دختر شما با داداش من داره صحبت میکنه، عاشق هم دیگه. اگه فردا روز بلای سر دخترت اومد یا بلای سر داداش من اومد، اون موقع شما باید جوابگو باشی نه ما. آقای دهقان تو رو خدا التماستون میکنم، به پاتون میفتم، راضی شید دو نفر به هم برسن. گناه دارم به خدا. آبجو چرا داری التماس میکنی؟ چرا داری خواهش میکنی؟ گریب پریبر تچوردو مهرنگیز گلگو گو میریم آبجی، من بعدا با اینا کار دارم. گو